خیلی راحت با استفاده از یک کارتون و یک لامپ میتونید یه دستگاه جوجه کشی خونگی درست کنید. خب یه دونه سرلامپ میخوایم، حتما نباید از این سرلامپ ها باشه، میتونه سرلامپ معمولی هم باشه. خب کارتون رو از بغل سوراخ میکنیم تا بتونیم سرلامپ رو از توش رد کنیم. برای لامپ هم از این لامپای 100 یا 200 قدیمی باید استفاده بکنید، چون که گرمای زیادی تولید میکنن. برای قسمت زیر تخم مرغ هم باید از کاه یا از آشغال چوب یا نجاری استفاده بکنید. یه لیوان آبم میخوایم و نصفشو آب پر میکنیم و زیر لامپ قرار میدیم تا بتونه یه رطوبتی ایجاد بکنه. خب حالا وقت این رسیدی که تخم مرغامون رو با دقت بچینیم. حالا لامپمون رو به برق متصل میکنیم و اون رو روشن میکنیم. در کارتونمون هم میبندیم و یه جسم سنگین روش میذاریم تا قشنگ کیپ بشه. هر 2 روز 3 روز یه بار باید یه سر به تخم مرغاتون بزنید و اونا رو بچرخونید. حالا روز 20 شده، بریم یه سر بزنیم ببینیم آیا اتفاقی افتاده یا نه. میبینید که تعداد زیادی از تخم مرغ‌ها شکستن و جوجهشون بیرون زده. ولی بازم نیازه که 2 روز دیگه بهشون زمان بدیم. پس بازم لامپ رو روشن میکنیم، در کارتون رو میبندیم و کیپش میکنیم. حالا شده روز 22، بریم ببینیم این بار چی شده. میبینید که فقط 1-2 تا تخم جوجه هاشون بیرون نزده. همه تخم ها باز شدن و جوجه هاشون هم خشک شدن. دیدین که تنها با یه کارتون و یه لامپ یه دستگاه جوجه کشی خونگی درست کردیم. ویدیو رو حتما لایک کنید و نظرتون رو هم کامنت کنید.